خب تو این مرحله گوشت چرخ کرده لپه با برنج رو بهش اضافه میکنیم. پیاز رنده شده هم بهش اضافه میکنیم. آبش هم قشنگ بگیرین کامل. تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم. نعنا، نمک، زردچوبه نصفش میدیم، نصفش هم واسه پیازی که خورد کردیم. بله همونجوری که مشاهده میکنین همین سادگی هم میخوره. پنج دقیقه در واقع مخلوط میشه با هم.